خب سلام علیکم بچه‌ها. درس نوبتی ما درباره امنیت موبایل. در یکی از درس‌ها چقدر اکانت تلفن مثال گرفتن شد اپگرید کردن شد گفته بودیم. اگر شما نوار را ببینید در آنجا هستید. در این درس برای دوام امر میگیم مبادا که ما فراموش کنیم تلفن ویران میشه و حالات گوناگون که دیگه با این تلفن دسترسی کردن نمیتونیم، اکانت اپگرید کردن نمیتونیم، یا که پرشفته میزنیم ایرا اپگرید نکنه و در سرکه استانوکا کردن اجازه نمیده. وقتی که استانوکا کردن میشیم رقم را менависим و айти را меҷатем мисли якати میگه که اکانت прикреплен к другому устройству. در این حالت ما اول میتونستیم فقط به امنیت بانک مراجعت کنیم، رفته در آنجا شخصا بعد اونها اپگرید میکنن. بازی کمتر آسان‌تر دیگه نمری واتساپ قاطی یک نمره است را در تلفن ساختن میکنیم. خب در اینجا هسته اینا چند که میگنیم 0048 26 همین نمره را سخنید میکنیم. واتساپ در پایدو میشه و وارد میشین اگر اینترنتون گیرون باشه و طریق واتساپ بعد کاموده خودتان دیگه مثال میگیم که پرشفته داریم دیگر استانوفته نشید خب وضعیت خودتون چیزی باشه همراه بعد این واتساپ شما در میگه که چیکار باید کرد. یکی میگه پاسپورت پیش پاسپورت صورت بگی، دویم میگه کارت را صورت بگی پیش کارت را، سوم میگه که خودت قطعی پاسپورت صورت بگی بگذارون. اگر نفهمین چطوری کنین شما میتونین درس ما رو آیدیم گذاشتن ایدنتیفیکاسیا در امنیت موبایل ببینین در آنجا همش آورده شده گفتگی. اینجا در همین برنامه خچم یا نمونه روی میکنه چقدر پاسپورت در پیش خود گرفته صورت گرفتنه. خب با همین بود ویدیو نواری امروزه ما که بعد از این شما میتونین در تلفنتون ابرادنا امنیت موبایل استانوفکاش کنین دیگه یگون پرابلم نمیپرسه. خب پین کدی نو میپرسه، پین کدی نو خودتون وارد میکنین بعد وارد شدن با همین بود سلام خانه